محمد يا رسول الله يا حبيب الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع فرمودند: وای بر شما، بعد از من کافر نشوید طوری که گردن یکدیگر را بزنید. حدیث متفق علیه. یعنی بعد از من گروه های با هم مخالف نشوید و گردن یکدیگر را نزنید و اتحاد و یک پارچگیتان را از دست ندهید. در این حدیث معنی کفر عملی است، نه اعتقادی. یعنی این عمل کافران است و مسلمانانی که اتحاد مسلمانان را برهم میزنند و چند دسته میشوند و بر علیه دیگر مسلمانان سلاح کشیده جنگ میکنند و به قتل و کشتار دست میزنند، عمل کافران را انجام میدهند و فاسق و فاجر به شمار میروند، مگر اینکه این کار خود را حلال بدانند. پس در این صورت آنها را مسلمان شمرده نمی شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با این سخنان گوهربار خود امتش را از تفریقه و چند دستگی باز داشته به یک پارچگی و اتحاد دعوت می کند. يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي يا زهور